سلام دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند. یکی شما را خوش آمدید میگیم به افیر نوبتی امروزه زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time 2. Welcome to our channel. Hello everyone. خب یک لحظه دوستان عزیز، دسترخوان زیبا پدرلیسا باشه ویدیو. خب تشکر زیاد دسترخوان زیبا برای نشر کردن یا اینکه پدیلیسا کردن ویدیوی امروزه. خب اوچای سمیه خانم بودن سلام علیکم، شما چه خیلی نغزین سوزین و علیکم سلام، شکری خدا سازتین، شما سازین تنجین. دسترخوان زیبا سلام، یکم لایک و علیکم سلام، تشکر زیاد. اوچای سمیه خان تبریک 800 شدید. بله 800 شده بودیم، امروز 813 شده بودیم، باز برگشتیم به همون 778. خب این یکی از عادتی معروفی کسانی که در یوتیوب هستند. یوتیوب подписчика یوتیوب مثل چی شده است؟ دلار شده است، مثل دلار یا ترازو بگیم، دویم در حال تغییر یافتن است، یعنی میبراید و میفروید، میبراید و میفروید. خب سمیرا سومایه سلام استاد و علیکم سلام، خوش آمدین. مادر تجهیز تورما السلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین اپایز تورما. اوچای سومایه خان قریب 800 شدید. بله 800 هم شده بودیم. اوچای سومایه خان قریب 800. خب Blexi, hello teacher, third like. Hello Blexi, how are you? Welcome and thank you for like. Самира Сумая чида бо отписаться мекунанд. خب و یا هدفشون همین است که به خودشون زیادتر подписчик جمع کنن. مثلا در افیرها میدونن میگوین که بشو میشوم، بشو میشوم. وقتی که میشه و یا میشون باز پگاه отписаться میکنن، با میرن و دیگر گروه ها را جمع میکنن یا دیگر کسان را جمع میکنن میارن با کانالشون مثلا. آیا هدفشون جمع کردنی ابونچی است؟ اما با این شکل من فکر نمیکنم که بلاگر دور رود. اما این یکی از صفات های بلاگر هم نیست. یعنی من همون کسایی را در نظر دارم که подписаться میکنن، отписаться میکنن، یعنی ابونا میشن و ابونا شدن رو برهم میدهن. چون که وقتی که در یک کس در اومدی کانالش معقول شد подписаться کردی تمام نبرو. اما اگر دیدی که کانال معقول نیست بگو که معقول نیست، من ابونا نمیشم، یا اگر گفتم نتونی دروش ابونا نشه، تمام دیگه پرابلم حل شد. گفتی دیگه با اوچای سومیا خان میبراید میفراید، راست گفتید. بله گلی لولا سلام علیکم، علیکم سلام لایک و علیکم سلام، خوش آمدین گلی لولا، تشکر برای لایک. بلکسی اکا خیلی زیگ نشید، حالی подписчикاتون زیاد میشه. بله ما زیگ نیستیم، ما امید داریم که انشالله که امروز اگر ویدیوهای ما با کسی در کار نشد شاید که سال آینده در کار شوند، شاید که سال آیندهش در کار شوند. یعنی حتما فکر میکنیم که بعد از 5 سال 10 سال ویدیوهای ما با کسی در کار میشوند. یعنی خواه ویدیوی افیری باشن، خواه ویدیوی در زبانی ترکی و انگلیسی باشن، یعنی روزه با کسی لازم میشوند. افیر با فیلم چسبید نه شده است یک چسبیده. خیلی گفتیم یعنی موزیک نیستیم، یعنی باوری داریم که ویدیوها روزه با کسی در کار میشوند، لازم میشوند. گلی لالا اینا معلمم با دو تلفن подписаться کردم. سلامت باشین، تشکر زیاد. بلکسی سلام اپای سمیه خان، سابرینا خان، سمیرا سمیه تجه ها راست برادر. یا افیری شبک بود، در اومدم قریب 30 آدم دا ابونه شدم. خیلی مرم شیلین یکی
صبح سحری میخیزم همش رفشید. بله همه خیلی از واقعا من اول اشتراک میکردم اول میگفتم کسی شود من میشم یا کسی شد مرا خبر کنن میشدم باز فردا نگاه میکردم میبر اومدن مثلا این دمو نیست در بسیاری از کسان دیده میشه این چیز اونچه اسم میخوام لکسی و علیکم سلام چخیلت نغزت سوزت اکید بکید سمیرا سمیت هجه چکو کد افیر چسبید افیر الو الو نه با فیلم که نه چسبیده است یعنی ما با دیگه کانال اون تماشا دارم برای که فهم که چسبیدگی است یا نه برای سنجشی از این کانال میدارم چسبیدگی نیست شما میتونید از سر یه بار دارین خواهر سمیره یا که اپای سمیره مرسدس 600 سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین خب دیگر میرویم سراغ کتاب میرویم ما و شما در کتابی New Grammar Time 2 قرار داریم چه اسمه خون یک بار مرد با ساز شد فهمه ما شما در کتابی New Grammar Time 2 قرار داریم و امروز باشد موضوع how many, how much و some, any رو میگیریم خب معنای اینها خب امروز فکر میکنم همین some و any رو میگیریم معنای اینها some یعنی بعضی میشود یا که بگیم در تاجیکی میشه در لهجه تاجیکی ایقا میگیم ایقا any یگون یا یگون چیز مثلا خب how much و how many معنای چقدر چی مقدار دارد اما how much همراهی اسمهایی که شماریده نمیشه آن همراه اونها میآید و how many همراه اسمهایی که شماریده میشود همراه وای ها میآید خب این موضوع طولانی است در درس آینده فکر میکنم how much میآید درس امروز some و any است some و any مرسدس 600 پنجم لایک تشکر برادر برای لایک خب I'm hungry are there any crisps انا در اینجا میگه که من گرسنه هستم آیا یگان کریسپ هست خب کریسپ را من در لغت روسی ندیدم یک لحظه اجازت باشه اگر کسی داند نویسد کریسپ خب به خاطر پیش از درس کم بیش تیار میکنیم درس را یک نظر میکنیم امروز یک نفر زنگ زد بعد از درس ترکی دیگه نتونستیم این چیزها رو خوب آماده کنیم کریسپ قاق خشک سوخاری شکننده تر و تازه نو پرتراوت شادبا تازه نیروبخش موجدار چیندار پرشور پرحرارت خب همون یکون چیزی خشک یا که یکون چیزی تر و تازه هست خب تر و تازه ترجمهش کنیم بهتر می شود یعنی کریسپس یکون چیزی تر و تازه Mercedes hello what's going on here here English language okay crisps چیپسی نوشتین شما نو دیدیم چیپسی نبوده است چیپس می شود در اینجا کریسپس هست کریسپس کمتر پیش بیاریم خوب می شود کریسپس 250 خب کریسپس یعنی یکون چیز تر و تازه هست یکون چیزی خشک هست خب در همین جا موضوع درس ما چی است some و any در همین جا با معنای چی است یگون چیز یگون مثلا یگون چیزی تر و تازه یگون چیزی خشک هست مثلا
گلیلا مادری سمیه خان. خب بعدم در اینجا توتی جواب داد No there aren't any crisps. No there aren't any crisps. نه در اونجا یگون چیزی تر و تازه نیست، یگون چیزی خوردنی مثلا نیست. و رسم دوم رو نگاه کنیم. در رسم دوم Is there any ice cream? Is there any ice cream? خب دیگر رفته است یگون چیزی تر و تازه نیافت، یگون چیزی خشک نیافت، دنبال یخدان رفت. میگه Is there any ice cream? Is there any ice cream? یگون یخماز هست، یگون یخماز هست مثلا. خب در اینجا زای جواب دیست No there isn't any ice cream. نه یگون یخماز نیست. ice cream یعنی یخماز. خب با رسم سیوم نگاه میکنیم و در اینجا دیو چیز یافت. میگه Oh good there are some biscuits in this box. یعنی بیسکویت همون پیچین رو میگن. یعنی میگه که اوه خیلی خوب، یعنی اینجا بعضی از پیچین ها هست در درونی قطی بگیم، در درونی قطی. Mercedes understandable can English I have nothing to not understand. Understandable can English I have nothing to not understand. خب برادر عزیز شما نوشتین که یعنی امکانی فهمیدن هست. Can English I have nothing to not understand. فهمو یعنی شما زبان انگلیسی را خوب میدونین. با که ندارد دوستی عزیز، اینجا زبان انگلیسی برای نو آموزان است. یعنی ما برای نو آموزان تهیه داریم. اگر شما تونین برای کسانی که خیلی خوب میدونن و میخوان که خیلی خوب یاد گیرن برای اونها تهیه کنیم. یعنی که یگون کورس های روین که مثلا باز از ما دیده بالاتر و خوبتر باشه، اما ما همین قدر میدونیم. یعنی ما در یگون جو نگفتیم که زبان انگلیسی را مثلا که به طریق اعلا میدونیم، همون قیم میدونیم که میخوایم که دیگر کسی کمک کنیم. خب رسم چهارم نگاه میکنیم. در رسم چهارم میگه Oh Dave there are some bird biscuits in this cupboard. Don't eat them. They are for corky. میگه دیو یعنی این رفته است همون پیچینای کارکی را خورده است. پیچینایی که مثلا برای توتی ها هستن، برای پرنده هستن. یعنی مقصد تعامی چی را خورده است؟ پرنده ها را خورده است. میگه آه دیو در اونجا بعضی از پیچینی های هست برای پرنده ها مثلا. Don't eat them یعنی اونها رو نخور. They are for corky اونها برای کارکی هستن. یعنی برای رفته از پیچینی های کارکی را خورده است. خب گلی اگر معلم چی می شود؟ ما کریسپس پریواد کردیم، چیپسی شد. کریسپس چیزهای تر و تازه خشک، چیزهای تر و تازه خشک. گوگل بعضی وقت ناطوری ترجمه میکند متاسفانه. خب کریسپ، خب یک لحظه، کریسپ خب در زبان فارسی چی را کریسپس سیب زمینی برشه، چیزی خشک و ترد، چیزی خشک. یعنی یک در زبان فارسی نیست، چیزی خشک ترجمه شده است، چیزی خشک. خب در اینجا هم چیزی خشک. در روسی چیپسی ترجمه شده است، نادرست است. انا نگاه کنین کریسپی شاید این باشد. خروستیاشی کارتوفل، خروستیاش کارتوچکا، خروستیل دیلت رسید. خب اینجا نادرسته. شاید همین خروستیاشی کارتوفل درست بیاید. اما در ترجمه فرهنگی انگلیسی توجیکی به معنای خب نگاه کنین. اگر کسی نوشتنی باشد برای خودش نگاه کند. قاق، خشک، سوخاری، شکننده، تر و تازه، نو، پرتراوت، شاداب، تازه،
نیروبخش، خب موجدار، پرشور، پرحرارت، جانانه. خب در کتاب موضوعی که در کتاب است به معنای خشک، تر و تازه می آید. خشک، تر و تازه. مثلا میگه any crisps، یعنی یگان چیزی خشک هست، یگان چیزی تر و تازه هست، به معنای همین. خب می رویم سراغ کتاب. ششم لایک بگی زنده باشی شیرین رکه. اسلامی کانال 2021 با فیلم فرخشو هستین. تشکر زیاد برادر فرخشو. سلام همه کسا سوزین برادر و اینامی فرخشو. و علیکم سلام. تشکر زیاد برادر فرخشو. مرسدس well thank you for everything. You're welcome. تشکر برادر مرسدس. خب تیچر نویسین. تشکر برای فهم و درک خوبتان، برای معاشرتی خوبتان. گلیلو تمام. مرسدس I want to learn too. شما میخوایم مثلا باز زیادتر مثلا آموزید، اما ما همون قدری گفتیم که یعنی همون قدری میدونیم که میخوایم که یک کسگره کمک کنیم. اگه نمیدونیم که ما چند کم میدونیم. او کسی که مثلا قریب ما 2 ماه زیاد شد یا 3 ماه درس داشتیم در افیرا، اون کسی که در این طول 2 ماه 3 ماه شد همراه ما اشتراک دارد، الکی وای خودش فهمید که ما چقدر میدونیم. مثلا ما همون قاعده میدونیم که مثلا میخوایم یک کسی که نمیدونه کمکش کنیم. اما کسانی که مثلا از ما بهتر و خوبتر میدونن خواهش میکنیم ما را اصلاح کنن. کجایی که ما خطا میکنیم بگن که اینجا شما نادرست ترجمه کرده یا که نادرست تلفظ کرده. ما از کسی خفه نمیشیم، اما استاد هم نیستیم، معلم هم نیستیم. ما یکی از برادران مهاجری مهنتی شما هستیم که میخوایم شما را کمک کنیم. کسانی که مثلا در مهاجرت مهنتی هستن، خود در وطن قرار دارن، میخوان که زبان رو آموزن از طریق اینترنت، میخوایم که کمکشون کنیم. اما نمیدونیم که تا کدام اندازه این کمک ما با کسی نفع میرسوند یا نه. این با مرور زمان معلوم میشود. یعنی با مرور زمان، یعنی وقت خودش نشون میده که تا کدام اندازه یعنی کاری ما خوب است یا خوب نیست. دیدیم که خوب است دوام میدیم، دیدیم که خوب نیست حتما باز دنبال همون کارهای خودمون میریم. خب این رسم ها را خوندیم، تمام کردیم. میگذاریم در قاعده یا که همون گراماتیکا بگیم، قاعده دستور زبان. Mercedes, you are a super teacher. No, I am not super teacher. I am your brother. گلیلولا معلم یگان خطاگی که هاشون بخشیش، یگان خطاگی کده باشون بخشیش. نه هیچی خطاگی نکردین، جوی بخشیش پرسیدن هم نیست. خب موضوع درس امروزه چخیلی گفتیم درباره some و any، یعنی یا کنیم که countable nouns، یعنی اسمهایی که قابل شمارش هستند، اسمهایی که شماریده میشوند. مثلا این قاعده در زبان تاجیکی وجود ندارد. فکر میکنیم که وجود ندارد، یعنی تاجیک کم بیش بگیم قاعده زبان تاجیکی رو میفهمیم. البته با 100% نه، کم بیش گفتیم. اما در زبان انگلیسی این قاعده وجود دارد که مثلا بعضی چیزهای اصلا که قابل شمارش هستند. یعنی قابل شمارش یعنی چی؟ یعنی که اونها رو حساب کرده میشود. اما بعضی چیزهای هستند که قابل شمارش نیستند، اونها رو حساب کرده نمیشود. مثلا در زبان انگلیسی ما میتونیم که تو بسکویت بگیم، یعنی دو دانه چی است؟ پیچین مثلا، یا که 2 دانه سیب یا 3 دانه سیب. اما ما گفته نمیتونیم که مثلا که 2 دانه شکر یعنی طوری نمیگیرد مثلا بگیم که 2 دانه شکر. این چیز در زبان انگلیسی یعنی از شکر در زبان انگلیسی و در اینجا آیس کریم نیز آورده است. نمیدونم تو کدام اندازه این آیس کریم درست است، چون که 1 آیس کریم 2 آیس کریم I want 2 آیس کریم مثلا I want 3 آیس کریم شاید گفته بشه مثلا. اما شاید این آیس کریم هم معنای کیلویی رو در نظر داشته باشه، چون که شکر کیلویی ما می‌خریم و آیس کریم نیست کیلویی فروخته می‌شود. شاید به معنای همون اومده باشه. خب مرسدس it's a chaotic canvas. براستی این 2 کلمه اخیرتون رو نفهمیدم. chaotic یعنی که chaotic canvas نفهمیدم شما. اگر ترجمهش کنین بفهمون من با خیلی خوشحال میشیم، یه چیزی نو از شما یاد میگیریم.
خب countable nouns اسمهای قابل شمارش، uncountable nouns اسمهای غیر قابل شمارش، یعنی اسمهایی که شماریده نمیشوند و اسمهایی که شماریده میشوند. اینجا اسمهای شماریده میشوند مثل a biscuit یعنی 3 biscuits، مثلا 3 دونه همون بیسکویت یا که همون پیچیم بگیم یک کلچقند. an apple یعنی سیب، یعنی یک سیبه. اما 2 apples وقتی میگیم 2 دونه سیب مثلا. خب اینها بودن یعنی اسمهایی که قابل شمارش هستن، شماریده میشوند، مثلا 1 2 3 دونه 2 دونه 3 دونه. اما اسمهایی که قابل شمارش نیستن مثل آیس کریم و شوگر. خب شوگر و آیس کریم از جمله طبق این معلوماتی که در این کتاب است از جمله اسمهایی است که شماریده نمیشوند. خب اکنون میگذاریم درباره سام و any همراه اسمهایی که قابل شمارش هستند. خب کلمه سام و any همراه اسمهایی که قابل شمارش هستند. خب جمله تصدیقی there are some crisps یعنی اونجا مثلا بعضی از چیزهای خشک یا چیزهای تر و تازه هست. جمله منفی there aren't any crisps یعنی یگان چیزی تر و تازه چیزی خشک نیست. question اما وقتی بخوایم که سوال کنیم are there any crisps یعنی آیا یگان چیزهای تر و تازه هست و یا یگان چیزی خشکی هست، مثلا این خیلی سوال میکنیم. یعنی این بود سام و any همراه اسمهای قابل شمارش. اما اسمهایی که قابل شمارش نیستند خب نگاه کنیم سام any همراه uncountable nouns اسمهای غیر قابل شمارش. جمله تصدیقی there is some ice cream نگاه کنیم یعنی تقریبا فرقیت چون در همون verb to be هست. در بالا گفت که there are some crisps یعنی جمله کلمه به شکل جمع آمد are گرفت، اما در اینجا کلمه به شکل جمع نمیآید. چرا نمیآید؟ به خاطر که قابل شمارش نیستند. there is some ice cream there isn't any ice cream is there any ice cream یعنی در سه حالت کلمه آیس کریم تغییر نیافت و همون verb to be که is بود همون هم تغییر نیافت، یعنی is در سه حالت is اومد مثلا. همین قدر فرق دارد. خب مرسدس اوتیبیا хороший контент спасибо дорогой друг, но я не знаю یعنی نمیدونم تا کدام اندازه хороший контент هستن نیستن. کانتنت راستی نفهمیدم. سلام علیکم معلم. و علیکم سلام سمیت هجه راستی خوش آمدین. خب با تاجیکی ترجمهش میکردن که خوب میشد. مرسدس خیلی خوشحال میشیدیم. خب اکنون طبق درس های پیشینه که توتی در این کنج دایم یک قاعده پیشنهاد میکرد، اینجا توتی خیلی دیگر گریخت از رفت است، قاعدهش برای ما مونده است. میگه که we can count countable nouns یعنی میگه که ما میتوانیم بشماریم اسمهای قابل شمارش را، مثلا a biscuit 2 biscuits 3 biscuits. we can't count uncountable nouns میگه ما شماریده نمیتوانیم اسمهای غیر قابل شمارش، مثلا مثل چی don't add s یعنی همون کلمه هایی که s نمیگیرن یعنی شکل جمع نمیگیرن، مثل ice cream چیز یعنی پنیر، ice cream یخماز، چیز پنیر، sugar شکر، water آب، milk شیر etc یعنی و غیره. این etc etc میشود etc. we use a و an with singular countable nouns میگن ما استفاده میبریم ارتیکل نامعینی a و n همراه اسمهای قابل شمارش تنها، اسمهای تنهای قابل شمارش. we use some and any with plural
countable nouns and uncountable nouns. میگه ما استفاده میکنیم some و any را همراهی اسمهای قابل شمارش جمع و اسمهای غیر قابل شمارش جمع. خب اون کسی که موضوع را نفهمیده باشه باز نویسین، باز میفهمونیم که مشکل در کجا است. الله ولی که ما را سر نمیکنین نه چرا سر میکنیم؟ ها چند بار گفتیم که هر کسی که کدام وقتی که وقت داشته باشد مرحمت کنن، آمادن گیرن، اگر کار داشته باشن از پشتی کارشون شوند تا که ما سبب بیکار کردن اونها نشیم. خب اینجا دوستی ما مرسدس نوشتن که اوتی خروشی کانتنت همی کانتنت نفهمیدم رو ببینیمش. اوتیبیا میشنست اوتیبیا you have good content لديك محتوى جيد. تشکر زیاد که دوستی عزیز مرسدس فرض خطی بدیم، شما محتوای خوبی دارید، سلامت باشین. کانتنت یعنی محتوا. تشکر زیاد. انگلیسی خطی دیدیم، تاجیک خطی بدیم، شما مندرجه خوبی دارید. مندرجه هم در اینجا به معنای مواد آمده است، در اینجا به معنای مندرجه خوب، به معنای هر چیزی که باشد. قبول. تشکر. خب ما را سر نمیکنیم، را خواندیم، آخران کامنتری همین بود. خب میرویم سراغ کتاب. اگر یکون نفر باشد همینجا مثلا تمرین کار کنیم. Look and write an or some. خب در اینجا میگه که A و N یا اینکه some رو نویسید. خب در اینجا خودش A نوشته است، مثلا a biscuit یعنی یک کلچقان یا که همون پیچیم بگیم. some ice cream خب یعنی بعضی از یخماس مثلا. خب در اینجا چی میاد؟ some بعضی شاید به معنی کمی بیاد، مثلا کمی آیس کریم مثلا. خب رقم 3 یا اون کسی اگر حضور داشته باشن a water گلی لولا a water نوشتن a نادرست است. با کدام خاطر نادرست است؟ با خاطری که water از جمله اسمهای غیر قابل شمارش است، یعنی شماریده نمیشن. ما گفته نمیتونیم که یک آب، دو آب، سه آب مثلا. در زبان تاجیکی مثلا آب میشود، آبها میشود، اما در زبان انگلیسی آبها نمیشود، یعنی waters گفته نمیتونیم. is water نادرسته. مرسدس همینجا هستیم. مرسدس کو یکون کمک ممکنه یاردم کنین کو this water نادرسته. our water نادرسته. نگاه کنیم دوستان عزیز، water از جمله اسمهای قابل شمارش نیستن. یعنی مقصد قابل شمارش یعنی اسمهای هستند که اون را حساب کردن نمیشود. وقتی حساب کردن نشود یا some میآید یا any میآید. some در جمله های تصدیقی میآید، any در جمله های منفی میآید، جمله های انکاری. خب لکسی some water بله درست some water میشود اینجا. این گلی لولا some water بله some water میشود اینجا. خب در اینجا 4 دانه پامیدار است. خب چخیل ما میگیم که 4 دانه پامیدار مثلا.
دوستی عزیز مرسدس وقتی شما نوشتن که it's a chaotic canvas و ترجمه کردین اوتیبیا خراش کنتنت ندرست ترجمه کردین شما دیگه چیز در نظر دارین خب نظر شما است درسای ما خوب است یا بد است این را کسانی که استفاده میکنن اونها میتونن که بها گذاری کنن برای شما پسند نباشه میتونه که از دیگر جا در آمده استفاده کنین ما چندین بار تکرار میکنیم درسای ما برای نو آموزان هستند و ما با درجه اعلا زبان انگلیسی را نمیدونیم بار دیگر میگیم با آوازی بلند که نمیدونیم و همون قدر میدونیم که میخوایم که دیگر کسان را کمک کنیم برای کسی معقول است بیستد گوش کند یاد بگیرد برای کسی معقول نیست میتوند که دیگر جا رود ما از کسی خفه نیستیم و منتظر کسی نیستیم و زوری کسی هم نیستیم یعنی کسی میخواد ایستاد آموزد کسی نمیخواد نیاز به خیلی کامنت هایی که معنای دو پهلوها دارد و ترجمه نادرست کردن این کامنتری را نیاز به این کامنتری را نوشتن نبود خب در هر دو صورت ما میگیم تشکر برای آمدنتون سام واتر вкуснов салом алейкум ва алейкум салом вкуснов хуш омадин гули лола сам tomatoes нодурустай for some tomatoes адад ҳамроҳи some ҳеҷ гоҳ намеояд фаромӯш накунем black sea for some tomatoes адад яъне рақам ҳамроҳи some ҳеҷ гоҳ намеояд инро фаромӯш накунем шаҳноза уз салом ва алейкум салом خوش کلیپسیز اگر خطا نکنه با ازبگی خوش کلیپسیز می شود نه خوش آمدین some tomatoes نادرسته که black sea نادرسته some tomatoes با کدام خاطر به خاطر که tomatoes از جمله countable nouns است یعنی countable noun از جمله اسمهای قابل شمارش هست خب یعنی حساب کردهشون میشود countable از جمله اینها هست countable nouns انا ناو درست نوشتین for tomatoes بله درست شد for tomatoes خب پنجم یک دانه افلسون یعنی که اورنج یعنی یک افلسون یا افلسونه چخیل بنویسیم خب اورنج نادرسته بلک سی اورنج نادرسته بلک سی شما یکی از نفرانی هستین که از اول افیرهای ما یعنی همراه ما هستین و درس را خوب تیاری دیده ایستادین و گمان نمیکردم که اورنج نویسین خب وان اورنج خب وان اورنج می شود اما در بالا نگاه کنید که ما گفتیم که یا ا می نویسیم یا ان می نویسیم یا سام می نویسیم در اینجا سام طوری نمیگیرد از همین ا و ان کدامش می آید گلی لالا وان اورنج نادرسته گلی لالا ان اورنج بله ان اورنج می شود ان اورنج یعنی افلسونه همون اپلسینی مثلا خب vegetables در اینجا چی میاد؟ some میاد یا اینکه a میاد یا اینکه n میاد بلکسی ان اورنج درست گلی لولا some vegetables بله درست بهترین انا که موضوع را فهمیده استیم خب green salad در اینجا چی؟ some میاد یا که a یا که n Black Sea some vegetables بله درست بهترین
خب گلی لولا هفتم a green salad a green salad a green salad سالاد هم قابل شمارش نیست، یعنی شماریده نمیشود، مثلا یک سالاد دو سالاد سه سالاد مثلا. خب بنابراین چی میاد؟ بله بلکسی سم میاد، some green salad، یک کمی سالادی سبز مثلا. خب هشتم چیز برگر چیز برگر چیز برگر. بله a چیز برگر میشود درست. بلکسی هشت بله درست. گلولا a چیز برگر بله درست، یعنی یک دونه همون برگری پنیری. خب فروت 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 در اینجا چی؟ فروت یا اینکه ان یا اینکه سم. سمیت تجربه معلم شما زبان ها را خوشرو میدانید، بهترین میفهمانید. مینداریم از شما، تشکر زیاد برای زحمتتان. سلامت باشین، تشکر زیاد سمیت تجربه. این فکر شما هست، یعنی خوشگمانی در نسبت ما دارین، یعنی گمانی خوب دارین. تشکر برای گمانی خوبتان. اما براستی من اونقدر نمیفهمم که شاید بعضی ها گمان میکنن با این فیلم ها میاین، با اون قدر نمیفهمم. یعنی به یک شکلی میانه میفهمم یا که از میانه پایان، شاید که همین قدر بفهمم. یعنی چخیل بگم، یعنی من آشکار میگم که مثل گپ این زبان ها را خوب نمیفهمم، یعنی به یک شکل میانه میفهمم و میخوایم دیگه کسی کمک کنیم از همون افیروهایی که مثل گپ شاید که یکان منفعت نیست، فایده نیست. میخوایم که یک افیر تشکیل کنیم که مثلا از یک ساعت افیر که میشه و اگر یک انسان یک کلمه یاد گیره همونش کفایه است مثلا برای ما، یعنی بس است. و خودمون همین زبان هم مثلا که آموخته استیم، یعنی آموخته استیم و از همین طریق افیر هم رفته استیم. به همین سبب هم ما همین زبان ها خوب می‌آموزیم، هم یک نفره که از ما پست میداند، یعنی کمتر میداند، اما از ما بالا میدونستگی هیچ محل به این افیر مثال گفت که یا نمیآید یا میآید، مثلا مثل شما یا مثل دیگر کسا یا که مثل بلکسی مثلا دیگر کسا میآیند خاکساری میکنن، تواضع دارن، مثلا خاکساری میکنن، خودشون نشون نمیدن اگه مواره، یعنی میدونن اما خاکساری دارن مثلا. بنابراین تشکر از شما که میانه دستگیری میکنین. اما ما همون قدر میدونیم که میخوایم که یک کسی کمک کنیم تا که همین ملت ما، همین تاجیکا بگن که پیش برم. یعنی از همونه که مثال بعد از کار میاین مهاجرای مهنتی بگیم ساعتی 7 و 8 دیگه در خانه هستن تا ساعتی 10 مثال تلفن ها در دست نمیدونم چی تماشا میکنن. از همون ده اگر هر بگه نیم ساعتی مثال زبان آموزن، خب از ما نه آموزن، از دیگه کسان که آموزن، اگر زبان آموزن، من فکر میکنم در بین یک سال حالتی هر یک کس خیلی تغییر مییابه، خیلی تغییر مییابه، یعنی خیلی پیشروی میشه در حیات هر یک انسان. مثل بخشید که کم ترک از موضوع برآوردیم، گپ زیاد کردیم. لکسی نهم ای نادرسته که کی بلکسی نادرسته. غریب بچه سلام علیکم. و علیکم سلام غریب بچه، خوش آمدین. سمیت جه سلامات سربلند باشین استاد. شما نیز تنسیت خانواد باشین. عبدالله خان دهم لایک، بهترین کار میکنین، خدا نگهبانتون، سلامت باشین. انگلیش کده سلام علیکم ماشاءالله. و علیکم سلام، خوش آمدین انگلیش کده. این یکی از کانال های بهترین انگلیش کده که ما نیز از همین کانال می آموزیم. یعنی ما چند بار اعلام کردیم که اونقدر خوب نمیدونیم انگلیسی را به درجه اعلا، اما ما خودم از همین کانال انگلیش کده گاهو
дарсҳои ҳамин бародарам меомӯзам, яъне таълим мегирам, ёд мегирам. Чизе ки ман худам намефаҳмам, мисол аз инҳо меомӯзам, ёд мегирам. Ва яке аз каналҳои беҳтарин ҳастанд, тавсиятон метем. Метавонем ки мисол гап ба ин канал ворид шавен ва аз ин каналам низ истифода бикунен. ҳозир ин агар чӣ бошад, номи каналшона даинҷа нависем, агар бигурора нишонтон метем каналшона. ва он кас нага ки канала реклама кадеста ёки чӣ кадеста, мисол ягон шинос шаид чия, ман ин бародара рости аз тариқи ҳамин ютуб мешиносам. ина дарсҳош ҳаминҷа ҳастанд. ва бародари азиз, подписатсия накардем, бояд ки хафа нашен. ба канали асосим ки дунёи забонҳо аст подписатсия кардагирем. Ин канал канали санҷишӣ аст. Нигаҳ мекунем ку эфирон чӣ хел рафтестай. Ина боям подписатсия кардем, обуна шудем. Ина ин канали бародар энглиш кардааст. бисёр канали хуб аст, мавзӯъҳоро бисёр муфассал, хуб фаҳмо мефаҳмонад. метавонен аз ин низ истифода кунем. хоб куҷода будем? Blacksea Sam, бале Sam даҷа туғри мегирад. Some fruit яъне каме мевагӣ масалан. Гули лӯла нуҳум some fruit, бале Sam туғри мегирад. Даҳум суп яъне шӯрбо. Семиятаҷи раси. Бале муаллим, ман бисёр шодам аз дарсҳои шумо. Ба умри гузаштамон нигоҳ накарда дарс меомӯзем. Ташаккури зиёд. Саломату сарбаланд бошен. Семиятаҷи раси. хоб Blacksea Sam даҳум. бале Sam мешавад, бале дуруст. яъне шӯрбо низ масалан аз ҷумлаи исмҳое ҳастанд ки шуморида намешаванд. мо наметавонем бигӯем ки як шӯрбо, ду шӯрбо, аммо метавонем бигӯем ки як коса шӯрбо, масалан ду коса шӯрбо, ё як табақ шӯрбо, ёки як дег шӯрбо. ин хел гуфта метавонем, аммо як шӯрбо, ду шӯрбо гуфта наметавонем. 11 Some yogurt. дар ин ҷо ман фикр мекунам ки Some дурустай, ба хотире ки мо як йогурт, ду йогурт гуфта наметавонем. Some дурустай, дуруст мегирад. хоб чипс. дар ин ҷо чипс навиштааст, аммо тақрибан яъне сурати дуд омада истодааст, яъне дар ин ҷо дуд, ранге ки макарон бошад. хуб, дигар чипс навиштааст, чипс. ин чипс чӣ хел мешавад? Сам мешавад ёки гули лӯла Some chips, бале ин ҳашам Some мешавад. бохатири мо наметавонем як чипс, ду чипс, аммо метавонем гуфта ки масалан як табақ чипс, ёки як пакет чипс, ёки як коробка чипс. хоб, write A or Sam, яъне A ёне ки Samро нависед. Have you got a pencil? хоб, ин дуруст. Yes, here you are. I need some pepper too, яъне ман баъзе аз каме варақ мехоҳам масалан. хоб, I'm thirsty, яъне ман ташна ҳастам. чаро инҷо ташнаро овард дар боло? Pepper овард. Pepper ба ташнагӣ чӣ алоқа дошта бошад? хоб, I'm thirsty яъне ман ташна ҳастам. There's, хоб, дар ин ҷои холигӣ чӣ меояд? Do be, рақами do be. A меояд ё ки Some меояд? дар ин ҷо фақат дар ҳамин ҷои холигие ки мебинед ё Some меояд ё ки A меояд. хоб, гули лӯла. There is some orange. чандумо ҷавоб додисен? B. There is some orange juice in the fridge. бале Some мешавад, ба хотире ки дар ин ҷо orange juice аст, яъне шарбати афлесун. Blacksea B. There is some, бале Some мешавад, дуруст, беҳтарин. агар orange ба танҳогӣ меомад an orange мешуд. An orange яъне як дона афлесун масалан, аммо дар ин ҷо orange juice омадааст, яъне шарбати афлесун. Thanks яъне ташаккур. There are, хоб, 3A, рақами 3A.
خب گلی لولا there are comics comics علاقه شکل جمع گرفتگیه شکل جمع شما هم R آورده هم A آورده نادرسته در اینجا A نادرسته به خاطر که وای علاقه خودش جمعه comics جمع کشید A نمیآید خب there are some comics on the table خب some میآید whose are they یعنی از اون کی هستن اونها theirs یعنی از اون دیو هستن I am hungry من گرسنه هستم we've got خب رقم 4 B let's see there are some میشود که let's see درست نوشته there are some comics بله درست نوشتین تمام گلی لولا نوشتین خب رقم 4 B رقم 4 B خب به انگلیسی خونیم B we've got خب گلی لولا we've got a bread نادرست است یعنی نان شماریده نمی شود یک نان دو نان سه نان مثلا some bread می شود some bread اگر خطا نکنیم انگلیش کده همینجا هستین انگلیش کده همینجا some می شود یعنی که a می شود به نظر من some می شود یعنی کمی نان some we've got some bread خب بعد از bread cheese یعنی پنیر در اونجاش چی some bread and cheese some cheese می شود بلکسی درست نوشتن گلی لولا and cheese نوشتن چیز هم نیز حساب کرده نمی شود یعنی یک پنیر دو پنیر حساب کرده نمی شود و انا اون اتوماتون درسته یعنی اتوماتا خب یعنی می شود we've got some bread some cheese and a tomato خب درست شد بهترین خب رقم 4 great let's make در اینجا میاد a sandwich به خاطر که ساندویچ جمع می شود یعنی 3 sandwiches در درس‌های پیشی گذاشته بودیم خب رقم 5 I've got رقم 5 I've got شما دوام تین I have got a new CD در اینجا چی نمی شود نمیاد به خودم خاطر وقتی نیا کنین که CDs شکل جمع گرفته است همراه شکل جمع نمیآید خب some new CDs خب some new CDs می شود some خب I've got some new CDs with me have you got a CD player در اینجا میاد a CD player yes I have okay let's listen to them خب با همین درسی ساعتم 10 شد با همین درس امروزه را خاتمه میبخشیم و از فردا باز موضوع را دوامشان میگیریم صفحه 72 رسیدیم در صفحه 72 خب یک صفحه دو صفحه سه صفحه 4 صفحه خب این موضوع کمی دراز بوده است این موضوع پگاه هم دوام می‌یابد از صفحه 72
خب دوستان گرامی، در همین جا درس زبان انگلیسی به پایان رسید. یگان سوال و پیشنهاد و توصیه داشته باشین مرحمت. اگر نه خب لکسی اگر با خودتو نگوید پس منتظریم. خب دلشد 14 دلشد بودن همینجا. دلشد در همین زبان انگلیسی بودن. کی بلکسی دلشد یگان سوال و جواب دادگی نیستن و فکر میکنم که نبودن امروز در انگلیسی. خیلی باهاشون 5 که کامنتروش در من نآمده یان در اینجا نگاه کردم کامنتر آمادگی نیست. اینو دل شد. خب من 12 نوشتین. گلولا مالی من دل شد هستم با تلفن مادرم آمد. فهمو بله یک روز گفته بودم. بله تشکر زیاد که دل شد تجه معذرت که گفتم که نیستم. خب لکسی اکا گلولا مدل شده با تلفن مادرم آمد. فهمو نام فهمیدیم. خب بهترین دل شد یعنی 14 بلکسی 12 دل شد باهاتون 5. خب تشکر زیاد دوستان عزیز برای اشتراکتان و اگر گفتنی دیگر نباشد اگر ساعتم 10 گذشت افیر میخوایم قطع کنیم. خب فهمیده میشد که اگر گفتنی نیست. خب تشکر زیاد دوستان گرامی از همتان برای اشتراکتان. سربلند باشین، کامیاب باشین و تا درس های نوبتی خدا نگهداری شما باشد. دل شد اکا تلفنم مشکلی پیدا کرده است برای همین اینیمی درس با تلفن مادرم میایم. من هر وقت میایم به درس ها. سلامت باشین. تشکر زیاد دل شد برادر. لکسی good lessons. Thank you teacher for lessons. Good night. Okay, good night Lexi. Thank you. خب تشکر زیاد که دل شد به شما نیز. زمیره اس سلام علیکم. همیشه از درس ها دیر میمونم. خب دیگر وقتاش اعلام کردگیم. اگر ندانید خب یک بار دیگه میگیم. هر روز زبان ترکی از ساعت 8 آغاز می‌یابد و وقتی مسکو و زبان انگلیسی هر روز از ساعت 9 آغاز می‌یابد. خب خیلی دل شد ای رمضان تو حاضر فقط در یک درس ترکی نبودم تمام دیگر در همه درس ها اشتراک میکنم. سلامت باشین. تشکر زیاد. بهترین تشکر برای دستگیریتون. لکسی 6 ویو یعنی 6 بیننده به فکرم در نظر داریم. بله حاضرش 7 کس تماشا دارد هست مثلا. فهمه کجا رحمت. سلامت باشین. او 8 ویو yes. دلشد شب خوش. спокойной ночи iyi geceler. Good night Rahmat معلم. خب با شما نیز شب خوش. И вам тоже спокойной nочи iyi geceler size diyoruz. Good night for you. سلامت باشین. دلشد تجی لکسی 13 لایک. تشکر زیاد. دلشد معلم نام رو در
زمتکه نویسین نامم دل شد بگین. خب اون زمتکه رو خیلی من دقیق بنویسی. خب دیگه فهمیدم که یعنی گلولا کی است. شما یعنی دل شد. Good night teacher, good night Lexi, thank you so much. گلولا کدام وقتی که آمدم دل شدم بگین رحمت شب خوش. مایلش انشالله با شما نیز شب خوش. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. شب خوش دوستان عزیز. Lexi, good night teacher, good night. سمیت جبرسی شب خوش معلم. با شما نیز شب خوش. تشکر زیاد. خب بعد از 10 ثانیه افیر قلب بکنم.